تو فنیسا غلاموا، این چی کاری است که میکنی؟ یگان مایده شرم نمیداری؟ این رجبری کی است که در آغوش وی میدروی؟ بچه تای، شوهر تای، آخر او یک مرد بیگانه است که برای تو حلال نیست. در یک نواری دیگر هم همیشه یک مرد بیگانه را در آغوش میگیری. ذره از الله شرم نمیداری؟ از مردم که شرم نداشتی. اولی با شما سر میکنه سیاه و سفید کنی را. نیتی بد نداریم، مثل آچمای، مثل بچمای، مثل خواهرم گفته خودتان سفید میکنی. رجبلی، تو دانی و الله اوچت یک مرد بیگانه این میخیل در آغوش بگیره میفورد؟ خواهر و در پیش جورهات این میخیل خنده و قهقه کنند میفورد؟ این نوارهای شما عظمت و بزرگی گناه از قلب هر بیننده دور میکنه که در نتیجه گناه بودنش دیگر احساس نمیشود. از الله بترسه. این خودی شما الکی گناه بودنش احساس نمیکنه. همین کاری حرام تونه گناه نمیدونه دیگر. چی میخوادی؟ این خنده و قهقه اینا را ببینه. مردها و زنای نامحرم ششتیان خنده و قهقه کرده. نه شرم است نه حیا. گناهان کبیره را آشکارا انجام میتین. شما مردان و زنان فاسق و بی‌حیا و از معاونان شیطان هستی که بی‌حیایی را در جامعه پهن میکنه. از الله بترسه. فراموش نکنه که خداوند در آیه 19 سوره نور پهن کنندگان بی‌حیایی را به عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرده است.